که چشش آب مروارید برده، یکیشم ضعیفه. الانم حدوداً 60-70 میلیون خرجش شده. فقط سینه کبابو یا سرخ میکنیم، بیشتر کبابی. سلام رفقا، چطورین؟ من امیرم و اینجا هاپکسته. خوبین؟ سلام قربون شما. اشکال نداره از این سری قشنگتون چند تا عکس بگیرم. مرسی ممنون. اسمش چیه؟ جسیه. جسی چند سالشه؟ 12 سالشه. 12 سالشه ماشاءالله. نره یا ماده؟ نره. عقیمش الان. نره عقیمش کردیم ولی اسمش جسیه. جسیه. آفرین. سلام. با شما دوسته؟ آره. ایشون هم یه دون داشت فوت کرد. گوبستون بابا گوبستون. خب داستان جسی چیه؟ جسی چه جوری به خانواده‌تون اضافه شدش؟ الان 8 ساله که پیش ماست. خب بهترین امکانات و مراقبت و واکسناش و آمپول و واکسن همه چیشو به موقع میزنیم زدیم. نه شستشوش و اینو خریدینش یا به سرپرستی خریدیمش؟ خریدینش از یکی که امکانشو نداشت نگهداری کنه ما خریدیم. اولین باری که اومد خونتون واکنش خانواده چی بود؟ آوردم پسرم خونه بود که پسرم خیلی علاقه‌مند شد بهش. گفت دیگه نبرش، هرچی پولش میشه بده که بمونه. آره که بمونه. دیگه نبردمش، اون پیش پسرم. ما هم رفتیم با اون بابا یه جوری کنار اومدیم. خب جسی الان حالش خوبه؟ گفتین که یکی از چشاش آب مروارید برده، یکیشم ضعیفه. الانم حدوداً از این چند سالی که پیش ماست دروغ نگم 60-70 میلیون خرجش شده. درسته. خرج بیمارستانش برای واسه همین آب مروارید و اینا، واسه همه چیش. واسه همه چی. درسته. تا حالا پیش اومده مثلا وقتی که خسته این یا ناراحتین احساس کنین که جسی درکتون میکنه و درک میکنه؟ مثلا بی‌حوصله‌ام میاد که بیاد بغلم، میگم بس یه دقیقه اونور باش، الان حالش ندارم، بری میشینی رو برو. درسته. خیلی حرف گوش کنه. خیلی حرف گوش کنه. جسی غذا و اینا چی میخوره؟ جوجه فقط سینه. بیشتر سینه. قبلا گردن واسش میگرفتیم که گفتیم بذار تنوع بشه، سینه یه به گردنم دیگه علاقه‌مند نشد، فقط سینه کبابو یا سرخ می‌کنیم، بیشتر کبابی. پس حسابی خوش اشتهاه. آره دیگه. غذا یه ذره غذا مونده باشه نمیخوره. غذا دیروز رو اصلا نمیخوره. هر کاریش میکنم نمیخوره. اگرم بخوره زوری بالا میاره. غذا خشک و اینا هم که اصلا نمیخوره. غذا خشک میخوره. یه مقدار بغل آبش هست. یه موقع که مثلا غذاشون میخوره، اگه احساس گشنگی کنه میره به مقدارم غذا خشک میخوره. جسی مثلا کار بامزه‌ای هم میکنه که همیشه هر وقت یادش میافتین بخندین و آره. یه عروسک داره حالت موش میمونه، کوچیکه، توش این دونای ریز پلاستیکیه، از اون خیلی خوشش میاد. میندازه هوا میپره میگیره. اونو هی میاره جلو، میگه بازی کن. میاره جلو من میندازه، میگه من دست هوا که من بگیرم. میندازم هوا بالا میشه، رو هوا میگیره، چه خود دندون با دندوناش میزنه اینا. آفرین. باشه. بعد آخرین سوالم من بپرسم، اگر که جسی میتونست حرف بزنه، میتونست یه جمله به شما بگه، چی میگفت؟ خیلی دوستم داره منو. یعنی بعد خانمم میگه، همه میگن همین خیلی دوست داره جسی ها. میگم خب سعی که غذا یکی بهش غذا بده بیرون ببرش و اینا، علاقه من بیشتر کسی دیگه. به بعد خانم هم دوست داره ولی من بیشتر. درست. شما رو بیشتر از بیشتر گفته بعد خانم هم میگه همین خیلی دوست داره. باشه، دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردین. قربون شما. خداحافظ. قربون شما. بچه‌ها شیتزوها خیلی مستعد بیماری‌های چشمی هستن به خاطر موهای بلندشون که میریزه تو چشمشون. الان این سگ جسی هم یه چشش آب مروارید داشتش و یه چشش هم ضعیف شده بودش.
توی این رابطه باید خیلی آدم مرتب و منظم به دامپزشک مراجعه بکنن که زیاد به این مشکلات نخورن، یا اگر که به مشکل خوردن مثل این آقا به سرعت حلش بکنن. دمتون گرم. فعلا.